سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. صحبت تلفنی وزیر امور خارجه در یک تماس ویدیویی با رشید مرادوف، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه ترکمنستان. برگزاری نشست علمی زیر نام دیپلماسی میانجیگری در سیاست خارجی قطر از سوی وزارت خارجه و اعدام یک تن به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران. امروز چهارشنبه 8 ماه دلوی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در یک تماس ویدیویی با رشید مرادوف، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه ترکمنستان پیرامون مسائل دو جانبه، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و برنامه‌های آینده میان دو کشور در سال روان میلادی گفتگو کرد. وزارت امور خارجه میگوید که وزیر امور خارجه ضمن ارزیابی مثبت از پیشرفت‌ها در روابط میان دو کشور گفت با تقویت هرچه بیشتر روابط معنادار میان امارت اسلامی افغانستان و ترکمنستان اکنون شاهد آغاز کار عملی پروژه تاپی در مسیر هرات هستیم. پروژه‌های خط آهن و تاپی در آستانه تطبیق قرار دارد و مناسبات دو طرف در حال گسترش است. از سوی هم رشید مرادوف با ابراز خرسندی از گسترش روابط در سطوح مختلف میان افغانستان و ترکمنستان بر کار هماهنگ در زمینه تطبیق پروژه‌های مشترک اقتصادی، سفر مقام‌های دو کشور و برگزاری برنامه‌های پیشرو تاکید کرد. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان نشست علمی زیر عنوان دیپلماسی میانجیگری در سیاست خارجی قطر برگزار کرد. حافظ ضیا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه میگوید که در این نشست دکتر مردوف القاشوتی سفیر قطر در کابل بحث مفصل و جامع در مورد این موضوع ارائه کرد. به گفته وی در این نشست مسئولان از بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه و همچنین محققان زیادی از حوزه روابط بین المللی و استادان و محصلان پوهنځی روابط بین الملل پوهنتون‌های مختلف حضور داشتند. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات میگوید که محتسبین در ولایت‌های کابل و زابل دو جادوگر را با وسایل و کتاب‌های جادوگری بازداشت کردند. این افراد پس از بازداشت به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند. و در آخر قوه قضاییه ایران اعلام کرده که فرد به نام حمیدرضا ثابت اسماعیل پور را به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع سازمان استخباراتی رژیم اسرائیل موساد اعدام کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، فرد مذکور اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده را به افسران استخباراتی رژیم اسرائیل ارسال کرده بود. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.